افسانه خانه زرگوشک. بود نبود روباه و زرگوشکی بود. خانه روباه از برف بود و خانه زرگوش از چوب. بهار آمد، خانه روباه آب شد، خانه زرگوش در جایش بماند. و روباه از زرگوش خواهش نمود که او را به خانه‌اش راه دهد. دل زرگوشک به روباه بسوخت و او را به خانه‌اش راه بداد. روباه باشد زرگوشک را از خانه‌اش بیرون کرده خانه او را صاحب شد. زرگوشک گریان و نالان در راه رفته ایستاده بود که از پیشش سگی برآمده پرسید: نف 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 زرگوشک، چرا تو گریه میکنی؟ چه خیل گریه نکنم، من خانه چوبینی داشتم. خانه روباه باشد از برف بود. خانه روباه آب شد و او از من خواهش نمود تا او را به خانه‌ام راه دهم. من او را راه دادم، لیکن او مرا از خانه‌ام راند. گریه نکن زرگوشک، من به تو کمک میکنم. آنها به نزد خانه زرگوشک آمدند. سگ گفت: مف 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 روباه، خانه زرگوشک را خالی کن. روباه گفت: حاضر از جایم جسته شما را پاره می کنم. سگ ترسیده گریخت. زرگوشک باز در راه رفته زار زار گریه می کرد. از پیشش خرسی برآمد. زرگوشک، از خاطر چی گریه داری؟ چه خیل گریه نکنم، من خانه چوبینی داشتم. خانه روباه باشد از برف بود. خانه روباه آب شد و او از من خواهش نمود تا او را به خانه‌ام راه دهم. من او را راه دادم، لیکن او مرا از خانه‌ام راند. گریه نکن، من به تو کمک میرسانم، گفت خرس. نه، کمک کردن نمیتوانی. سگ روباه را پیش کردنی شده بود اما نتوانست. تو هم نمیتوانی. نه، من روباه را پیش میکنم. آنها به نزد خانه آمدند. خرس با تمام آوازش داد زده گفت: روباه گم شو. روباه گفت: حاضر از جایم جسته شما را پاره میکنم. خرس ترسیده گریخت. زرگوشک باز گریه کنان میرفت که از پیشش خروسی برآمد. قا 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 قا، قا 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 قا. از برای چی زرگوشک اشک میریزی؟ چه خیل گریه نکنم، من خانه چوبینی داشتم. خانه روباه باشد از برف بود. خانه روباه آب شد و او از من خواهش نمود تا او را به خانه‌ام راه دهم. من او را راه دادم، لیکن او مرا از خانه‌ام راند. گفت زرگوشک: بیا رفتیم، من به تو کمک میکنم. گفت خروس: نه خروسک، نمیتوانی.
سگ روباه را پیش کردنی شد، نتوانست. خرس روباه را پیش کردنی شد، نتوانست. تو هم نمیتوانی. گفت زرگوشک. نه میرانم. گفت خروس. آنها به نزد خانه زرگوشک رسیدند. خروسک با موزه‌هایش بر زمین بزد و قنات‌هایش را راست نمود. کوکوروکوکو، قوقوقوقوقوقوقو. در دستم دست آوردم تا اینکه روباه را نیست بسازم. دور بشو روباه. روباه این سخنان را شنیده بترسید و گفت پایافزارهایم را پوشیده ایستادم. خروس باز از نو تکرار کرد. راه گشته ایستاده در دست دارم. میخواهم روباه را نابود بسازم. روباه دور بشو از اینجا. روباه گفت لباسهایم را پوشیده ایستادم. خروس بار سیوم گفت کو 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 کو. آمده ایستادم، در دست دارم. روباه به هوش و گوش از خانه برآمده گریخت. خروس دستش را برداشته می آمد، لیکن از روباه یگان نشانه نمانده بود. زرگوشک و خروسک یک جایه در خانه چوبین او زندگی شاد را آغاز نمودند.